وقتی که آدم در نزع جان است، از جانب الله 5 فرشته روان کرده می شود. فرشته اول وقتی می آید که جان در حلقوم رسیده است، صدا می زند، می گوید ای فرزند آدم، قوتی که در بدن داشتی کجا شد؟ امروز چقدر بی جان هستی؟ زبان برای تو کجا شد؟ الان چرا خاموش هستی؟ زن و فرزندان، خویش و نزدیکانت کجا شد؟ کی تو را تنها کرد؟ وقتی که جان از بدن خارج می شود و کفن را بر تنش می کنند، فرشته دوم می آید، صدا می زند و می گوید ای فرزند آدم، از ترس تنگدستی مال و ملکی که تو جمع کرده بودی کجا شدند؟ به خاطر رهایی یافتن از تباهی و بربادی خانه ساخته بودی، خانه ات کجا شد؟ به خاطر رهایی از تنهایی نسل بنیاد کرده بودی، کجا شد؟ و بعد از ادای نماز جنازه فرشته سوم می آید، صدا می زند و می گوید ای فرزند آدم، الان سفر در پیش داری که هیچگاه چنین سفری دراز طی نکرده بودی و با قوم ملاقات میکنی که هیچگاه ملاقات نکرده بودی. الان تو را در جای تنگ داخل میکنند که تا امروز داخل چنین جا نشده بودی. اگر الله از تو راضی است، این خوشبختی و کامیابی است برایت، و اگر الله ناراض است، این بدبختی و ناکامی است برایت. و هنگامی که در لحد میگذارند، فرشته چهارم می آید، صدا می زند، می گوید ای فرزند آدم، تو تا دیروز در بالای زمین می گشتی، الان درونش آمدی. تا دیروز در زمین گشت و گذار می کردی و می خندیدی، الان درونش آمدی و گریان هستی. دیروز در بالای زمین گناه می کردی و الان درونش نادم و شرمنده هستی. وقتی که دفن می کنند و همه اهل و عیال و دوستان می روند، فرشته پنجم می آید، صدا می زند، می گوید ای فرزند آدم، مردم تو را دفن کردند و برفتند، ولی اگر همراهت می ماندند هم برایت فایده نداشت. تو مال جمع کردی اما برای دیگران ماندی. الان یا اینکه باغ از باغهای جنت است برایت، و یا اینکه در وادی از وادیهای دوزخ داخل کرده می شوی. خدایا ما را از سکرات موت و عذاب قبر نجات بده، آمین. این ویدیو را نشر کنید، شاید که به سبب یک نشر شما در دل کسی تأثیر کند و در ثواب شریک شوید.